مانند شب‌های گذشته، مانند روزهای گذشته و سالهای گذشته، باز هم سوالی در ذهن ما خطور میکنه. چرا قاتلین عامر صاحب به معرفی گرفته نمی شود؟ 24 سال می شود شهادت ایشان. چرا همسنگرانش این شجاعت و این مردانگی را به خط نمیتن که بیان به نسل نو و رهروانش قاتلین عامر صاحب شهید و معرفی بگیرن؟ هزار بزرگ هزار هم کسی که همسنگر عامر صاحب شهید بود پرسان کردیم، فقط یک حرف برای ما گفتن. دو عرب بود آمد انتخابی کرد. فقط همین را برای ما گفتن. تا 24 سال گذاشته. سوال برای ما خلق می شود که این دو عرب از بلژیم بال کشید آمد عامر صاحب شهید به شهادت رساند؟ نه، هیچ عقل سلیمی باور نمیکنه، هیچ منطقی را باور نمیکنه. 100% نفوذی داشتن در کنار عامر صاحب شهید بود و تا به می لحظه هم یکی از رهروانش، از خانوادهش، از همسنگرانش کسی سرنخ پیدا نکرد و یا شاید هم پیدا کرده باشند ولی نامدن معرفی نگرفتن این قاتل. پیام ما برای رهروان و حضرت احمد چای مسعود بزرگمی است که یک سرنخ هم مگر پیدا کرده شریک بسازه تا قاتل عامر صاحب شهید به مردم و ملت به معرفی بگیریم. دیگه نگذاریم که بزرگای ما روی توطئه و شهادت برسه.